دیگر از این موش و گربه بازی خسته شدم. باید کار رو یکسره کنم تا شاگردانش نیستند. چه بود؟ نمیدانم. در را کوبیدند. نکند ماموران باشند. ماموران؟ آری بگریزید. اگر مأمور بود باید صدای تعطیلش رو میشنید. چه میگویی؟ صبر کن. باز کنید، عجله کنید. کیستی؟ منم، باز کن. چرا در رو بالا میکنی؟ نه زابر، دست نگم. این اسماعیل است، از دوستان قدیمی ما. جابر، سربازان حاکم رهسپار اینجا هستند. باید جای دیگری پنهان شوید. کجا؟ نمیدانم، فقط باید برویم سریعتر. قدری تحمل کن. برویم زبیر. کجا؟ نمیدانم، فقط برویم. سلاح بر ندار. من میروم، شما هم پشت سر من بیایید، فقط با فاصله. نباید حکیم به او اعتماد میکرد و اجازه میداد انقدر به ما نزدیک شود. هر کس دیگری هم جای حکیم بود فریبش را میخورد. مانند گرگی است که به لباس میش برود. آنقدر مطیع و سر به زیر نشان میداد که اگر از گذشته‌اش خبر نداشتی گمان میکردی جوانی است که زورش حتی به مورچه‌ای هم نرسیده. تو مطمئنی که او را در مغازه عامر دیدی؟ چشمانش را خوب میشناسم. نامردی را هم باید به راهزنیش اضافه کرد. من نگران خود نیستم، نگران جابر ابن حیانم. یا الله، یا الله. بیا تو. سلام سرورم. سلام شوقی، چه خبر؟ هیچ. خبرهای بد. برای جابر اتفاقی افتاده؟ به گمانم آری. خانه‌اش را یافتم.
ولی کسی در خانه نبود. پرسجو کردم، گفتند امروز مأموران به خانه‌اش هجوم آوردند. دستگیرشان کردند؟ کسی چیزی نمیدانست، ولی به گمانم آری. بالاخره کار خودش را کرد. وای به حالت زبیر اگر دستم به تو برسد. دیشب تا صبح از درد و تب مینالید. نه خودش خوابید نه گذاشت ما بخوابیم. ضعف جسم مانع دفع سم از بدن شده. باید برای او جوشانده‌ای تهیه کنم. احتیاج به مقداری دارو دارم. ای کاش اسماعیل زودتر به خانه باز میگشت. نیازی نیست. امیدتان به خداوند باشد. زبیر باید به جایی بروی. به کجا؟ به دکان عطاری در بازار کوفه برو. کمی گلگاو زبان، سنبل تیب، مقداری لیموی خشک فارسی و کمی نبات بگیر. مراقب باش از من یا خودت با کسی سخن نگویی. باید همون دیروز کارت را تمام میکردم. چیزی شده زبیر؟ نه، داشتم با خودم فکر میکردم اگر در بصره بودم به سراغ دکان عطاری ابن مشکی میرفتم. آنجا در بساطش از روده سگ تا شیر مرغ پیدا میشد. سعی کن زود برگردی. حال پسرک رو به وخامت است. گفتی نشانی دکان عطاری کجاست؟ درست وسط بازار کوفه. زبیر، سعی کن بهای آنچه میستانی به بهترین شکل ممکن بپردازی. باشه. زبیر، اگر عطار از تو نام طبیبی که دارو خواسته را پرسید، نامی از من نبری. خیالت راحت باشه. سالها پیش طبیبی حاذق در کوفه بود که اهالی شهر همه به او مراجعه می‌کردند. نامش جابر بود، جابر ابن حیان توسی، مهربان و کارکشته. گفتن به خراسان رفته. هنوز نام جابر ابن حیان بر سر زبان اهالی کوفه است. هر کس به دردی دچار می شود آرزو می کند کاش جابر در کوفه بود. این ترکیبی که تو اکنون می خواهی شبیه دستورات جابر است. وقتی از آن چی می خواهی سخن گفتی گمان کردم جابر به کوفه بازگشته و بار دیگر مشغول طبابت شده. این ترکیب را خودم تجویز کردم، اما حق با توست. جابر را آنگونه که هست میشناسی. دلیل این شباهت در تجویز به خاطر شاگردی من نزد جابر ابن حیان است. یعنی تو از شاگردان جابر ابن حیانی؟ آری، من سالها نزد او در خراسان کسب علم و دانش نمودم. اگر چنین است نشانی خود را بگو تا من بیماران را نزد تو بفرستم. نه، من در کوفه میهمانم. چند روزی بیش اینجا نمیمانم. باشد برای بد. کافی است؟ دست شما در میکنه. ممنون. خدا نگهدار. خدا حافظ. به راهزن مشهور بصره، میبینم مانند زنان خانه‌دار به خرید آمده ای. غیرتت را چه کار کرده ای مرد؟ به امانت سپردم نزد تو، چون میدانم از آن بویی نبرده ای. دنبال من بیا. خب بگو بدانیم چه کردی؟ دیروز میخواستم کار را یکسره کنم، اما ماموران حکومتی به خانه اش ریختند و کار را خراب کردند. حاکم بصره گفته نباید ماموران از این ماجرا بویی ببرند. ببین زبیر، برای راهزنی مثل تو ربودن آدمی چون جابر مانند سرکشیدن جرعه آب است.
بهانه میآوری زبیر. نکند عشق آن دختر پایت را سوس کرده. به چهره‌ام خوب نگاه کن. من زبیرم، همان که کسانی چون حاکم که به نوکریش فخر میفروشی از شنیدن نامش میلرزند. اگر میبینی امروز چون موم به دستان حاکم نرم شدم، برای این است که گره کارم فقط به دست او باز میشود. پس خوب گوشهایت را باز کن ببین چه میگویم. اگر یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر نام آن دختر بر زبانت جاری شود، مثل آب خوردن گلویت را پاره میکنم. چرا ترش میکنی جوان؟ من به خاطر خودت میگویم. اگر من هم مثل تو میتوانستم در خانه این علویون رخنه کنم، میدانی چه میکردم؟ من به جابر مدیونم. نمیتوانم او را دو دستی تحویل حاکم بصره بدهم. دیوانگی نکن. او دیر یا زود گیر میافتد. نگذار پاداش این کار را از دست بدهی. من میدانم پاداش حاکم بصره چه طعمی دارد. من به خاطر سکه های حاکم تن به چنین کاری ندادم. میدانم. حق با توست. نمیخوایی دامادی عنوان بصری را از دست بدهی. در بد مخمسه گرفتار شدی. قبول دارم. ولی من باید جوابی برای حاکم بصره بفرستم. در کوفه نمیتوانم این کار را انجام دهم. قطعا همه به من شک خواهند کرد. نمیخواهم اعتماد عنوان را از دست بدهم. فرصتی به من بده. که چه بشود؟ قرار است به زودی از کوفه خارج شویم. شاید. برای چه از کوفه خارج شوید؟ نمیدانم. گویی عنوان به دنبال کسی میگردد. کسی که به خاطر او از بصره تا به اینجا آمده است. زراره ها؟ حدس میزدم میخواهد زراره را ببیند. فهمیدی مقصدشان کجاست؟ نه. فقط میدانم خارج از کوفه است. بسیار خوب. من به تو فرصت میدم. تو هم همراه آنها برو. بگذار به تو اعتماد داشته باشند. به دام انداختن زراره از همه چیز مهمتر است. اگر او کیست؟ این فرد به تنهایی به اندازه یک خزانه ارزش دارد. باید بدانی کجا پنهان شده و چه کار میکند. برو زبیر. برو. من فکرهای بهتری در سر دارم. فقط مرا بیخبر نگذار. اگر مرا بیخبر بگذاری ناچار میشوم که خیالات راحت باشد. خوبه. نمیدانم چرا دست و دلم یکی نیست. قلبم چیزی میگوید و دستم کار دیگری میخواد بکند. نمیدانم چه کنم. نمیدانم. خداوند پاداشت را بدهد حکیم. اگر شما نبودید پسرم زنده نمیماند. انشاءالله بتوانیم زحماتت را جبران کنیم. وجود شما برای ما نعمتی است از طرف خداوند. شفای همگان دست خداوند است. من تنها وسیله‌ای هستم. هر جا می رود او را می پرستند. این دیگر کیست؟ امروز صبح مومن را دیدم. نگرانتان بود. گفتم که در امان هستید. گفت به کاروانسرا نزد عنوان بروید و منتظرش بمانید. از اینکه خود را به خاطر ما به خطر میاندازی ممنونم. سپاسگزارم حکیم. برویم زبیر. مجال ماندن نیست. از شما هم ممنونم برادر. از بابت زحمتی که برای تهیه داروها کشیدی. امیدوارم که همیشه یار و یاور مؤمنان باشید. کاری نکردم خواهرم. جابر از دوستان من است و دوستانش دوست من. ممنونم. خدا نگهدار. برویم. به امان خدا. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار. دست خدا به همراهتان.
بازم ممکن است به دنبالمون بیایند. بیا برویم. صبر کن. مدت هاست به این موضوع فکر شک ندارم که قیاس یکی از مهمترین ملاکات احکام شرع است. این نظر صائب و خدشه‌ناپذیر انگار صدای ابو حنیفه است. بنابراین یک بار دیگر تکرار کنم که قیاس یکی از مهمترین ملاک‌های احکام شرع مقدس اسلام است و باید آن را در کنار دیگر ملاک‌ها همانند کتاب و سنت قرار داد. اگر طالب علم و دانشید بنشینید و نظم مجلس بحث ما را رعایت کنید. سلام نومان. شما؟ صدایتان را که از کوچه شنیدم گفتم فرصت را غنیمت شمرده یاد ایامی که نزد مولایمان جعفر ابن محمد شاگردی می‌کردیم را زنده کنم. به به، جابر ابن حیان، خوش آمدی به کوفه برادر. نمیدانی چقدر از دیدنت خوشحالم. افتخار بزرگی است برای من که جابر ابن حیان در مجلس درسم حاضر شده است. چه روزگار خوشی در مدینه داشتی، چه چیزهایی یاد گرفتی. من همیشه جویای احوال شما بودم. شنیدم از قیاس میگفتی که یکی از مهمترین ملاکات در احکام شرع است. آری، به شاگردانم میگفتم که قیاس هم در کنار سایر ملاکات همانند کتاب و سنت است. اشکال کار در همین است ابو حنیفه. تو باید به یاد داشته باشی که استادمان جعفر ابن محمد فرمود اولین کسی که در حکم خدا قیاس کرد ابلیس بود که خود را با آدمی مقایسه کرد. امر دین و احکام فقهی با قیاس قابل حل نیست. تو هم بهتر است دست از قیاس برداری و به همان چه از محضر مولایمان آموختی اکتفا کنی. شما قدری استراحت کنید تا من با این دوست قدیمی و صمیمی کمی صحبت کنم. بفرمایید. اما من در اجتهاد خیش به این نتیجه رسیدم که قیاس نیز میتواند یکی از ملاکات احکام باشد. البته گاهی خلاف در آن یافت میشود. از کسی چون تو که 2 سال در محضر استادی همچون جعفر ابن محمد بوده شگفت است. اگر در چیزی موارد خلاف یافت شود نمیتوان بر آن حکم کلی کرد. این را میپذیرم. برای همین است که بارها گفتم اگر آن 2 سال شاگردی در محضر جعفر ابن محمد نبود نعمان هلاک میشد. همان بهره هاست که اکنون مرا در بیان علوم و اجتهاد در مسائل یاری میدهد. وظیفه ما این است که حکم صحیح را اجرا کنیم ابو حنیفه. خوشحالم که اگر دستم به جعفر ابن محمد نمیرسد لااقل از وجود دوستانش بهره میبرم. من به شما گفته بودم حکیم این مرد قابل اعتماد نیست. آخر به چه دلیل؟ او از دیروز تا به الان با من است و هیچ خطایی نکرده. لعنت بر من اگر بخواهم کاری بکنم که باعث ناراحتی شما شود. من نمیدانم تو چطور میتوانی به این حکیم که باعث آزادی تو از زندان شده خیانت کنی و قصد به دام انداختن او را داشته باشی. من نمیدانم شما از چه سخن میگویید. از نقشه تو، از اینکه می‌خواستی جابر را دوباره به سیاهچال برگردانی. ولی من که الان صحیح و سالم کنار شما ایستادم. پس او را به خاطر خطایی که نکرده سرزنش نکنید. یعنی دیشب هیچ خطری شما را تهدید نکرد؟ چرا مأموران به خانه ما آمدند که با کمک یکی از دوستان جان به در بردیم. اما فکر نمی کنم این موضوع ربطی به زبیر داشته باشه. ربط دارد حکیم. چه ربطی؟ من خود او را در مغازه عامر خبرچین دیدم که سعی داشت خود را پنهان کند. گفته بودم که او اصلاح نمی شود حکیم. کسی که نان راهزنی خورده باشد قلبش را به شیطان فروخته است. خیانت کمترین کاری است که نامردی مثل او میتواند انجام دهد. تو دیروز به مغازه عامر پارچه فروش رفته بودی؟ آری، رفته بودم. برای چه؟
من دیروز به مغازه آن پارچه فروش رفتم. نمیدانستم نامش چیست، نمیدانستم به خبرچینی شهره است. رفتم تا به رسم ادب هدیه ناقابل برای دختر انبان بگیرم. شاید بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. زید مراقب مغازه من باش تا برگردم. بیا تموم شد هندونه. پس بسیار مراقب باشید. شما اسباب و وسایلتون رو جمع کنید. هنگام غروب آفتاب به دنبالتون میایم که با هم برویم. پس شب را در بیابان خواهیم بود؟ خیر، در نخلستان. توصیه میکنم بعد از دیدار زراره دیگر به کوفه برنگردید. شرایط اینجا روز به روز بدتر میشود. اسباب و وسایل را جمع کنید. به اسب‌ها هم علوفه کافی بدهید. به امید خدا هنگام غروب آفتاب کوفه را ترک کنید. خیالتان آسوده باشد سرورم. اینها آنقدر خوردن که تا چند روز نیازی به علوفه ندارن. اسباب و وسایل من رو هم بار بزنید. گویی قسمت نیست در یک جا اقامت کنم. لعنت بر این قوم ستمگر که آرامش را از تمام مسلمین گرفتند. فقط من باید به خانه بروم. تعدادی کاغذ نسوز برای زراره تهیه کردم. کاغذ نسوز؟ آری، در امر کتابت احادیث به کارش می آید. خدا خیرت دهد، ولی خطرناک است. میترسم این لحظه آخر خود را گرفتار کنی حکیم. اگر اجازه بدهید من این کار را انجام دهم. نگران نباشید. هر کاری را بلد نباشم گریختن از دست ماموران را خوب بلدم. پس باز مراقب خودت باش. چشم. خدا نگهدار. زبیر تو اینجا چه میکنی؟ چه شده به تلاطم افتادن؟ قصد حرکت دارن؟ آری، قرار است کوفه را ترک کنند. مقصدشان کجاست؟ نمیدانم، ولی راه درازی در پیش داریم. تو کجا میروی؟ باید وسایل جابر را بیاورم. خیلی خوب، برو، ولی حواست جمع باشد. من سایه به سایه دنبال شما هستم. وای به حالت اگر دست از پا خطا کنی.
کردند. ببین چه به روز زندگی این حکیم بخت برگشت آوردند. چه دارد که همه به دنبال می‌کنند. پدر از کجا پیدا شد؟ سلام برادر. علیکم السلام. خسته نباشی. سلامت باشی مومن. برای حرکت آماده شدی؟ آری دوست من، هم حاضریم و هم مشتاق. بسیار خوب. اسب‌ها و وسایلتان رو بگذارید همینطور در حیاط کاروانسرا بمانند. باید پیاده برویم. مگر نگفتی راه دور است؟ گفتم خارج از کوفه. نگفتم اونقدر دور که نشود پیاده رفت. پس زراره در همین نزدیکی است. آری، ولی باید چنین وانمود می‌کردیم که او از کوفه رفته است. شوقی، تو همینجا بمان و از اسب‌هایتان مراقبت کن. اگر سراغ ما را گرفتن، باید بگویی به کوفه به مهمانی رفتند. بهتر است آرام و تک تک از درب استبل خارج شویم. من جلو میروم، شما هم به دنبال من بیایید. این همه احتیاط لازم است؟ بی ضرر نخواهد بود. اگر اونها بو ببرند که او در این نزدیکی هاست، امانش نخواهند داد. شوقی. بله سرورم. صندوقچه احادیث را به من بده. صندوقچه. اجازه بدهید من میارم. بسیار مراقب اوضاع باش. من رفتم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدارتان. خسته نباشی زبیر. خسته نیست. بذار کمکت کنم. نه خودم میآورم. قدر این حالی که داری رو بدون. منظورت چه بود؟ همین نوشته ها که در دستان توست. اینها کلماتی از نور هستند زبیر. سعادت حمل و در دست گرفتن این نوشته ها نصیب هر کسی نمی شود. تنها کسانی لیاقت این را می یابند که خداوند دوستشان داشته باشد و بخواهد در زندگی آنها چراغی افروخته شود. این اتفاق را به فال نیک بگیر و از فرصت به دست آمده بهره کافی را ببر. از چیزهایی که گفتی سر در نمیآورم. من زلفا را میخوام. در این راه هر چه باشد به جان و دل میپذیرم. اکنون که این نوشته ها را در دست گرفته ای و با کاروان ما همراه شدی، حالت با گذشته فرق کردی. اگر تاکنون فقط به جرم فرار از زندان یا هر جرم دیگری تحت تعقیب بودی، از این ساعت به بعد در نگاه مردان خلیفه جرمی بزرگ به جرمهای تو اضافه شده. چه میگویی جابر؟ مگر در اینها چه نوشته شده که خلیفه و مردانش اینقدر با آن ناسازگارند؟ احکام خداوند، آیین زندگی راستین. همین؟ آری. اکنون تو یکی از مردان جعفر ابن محمدی. نه دوستم، من همون زبیر راهزنم که در پی حادثه همراه. چرا خودت را ارزان میفروشی زبیر؟ بهای آنچه به دست میآوری بسیار بیشتر از این است که تنها به زلفا اکتفا کنی. قصدت را عوض کن زبیر. اگر میخوایی مقصودت را بفهمم به زبان خودم با من سخن بگو، یا از چیزهایی بگو که من میفهمم. اکنون به جای اینکه به زلفا فکر بکنی به خدای خود بیاندیش. نگاهت به آسمان باشد زبیر. آسمان؟ قصدت این باشد که خداوند را از خود راضی کنی. در این صورت هم زلفا را به دست میآوری هم بهشت را. بهشت؟ آری، بهشت. بهشت را به کسانی چون من نمیدهند. با گذشته‌ای که من دارم راهم فقط از جهنم میگذرد. کافیست دلت را به خدا بسپاری. باید به حرفایت بیاندیشم. شاید آنها را فهمیدم، شاید هم نمیدانم. ممکنه حق با تو باشد، ولی دل سپردن به خدا کار آسانی نیست. یک مطلب دیگر را فراموش نکن زبیر. چه مطلبی؟ راهی که اکنون در حال پیمودن آنی گام نهادن بر لبه تیغ است، پرخطر و هراسناک. تمام دقت و سعی خویش را به کار بند تا کسی از اسرار تو و عنوان با خبر نشود. اگر کسی متوجه ارتباط تو با دوستان مولایم شود، ممکن است جان بسیاری از آنان در خطر بیفتد. زبیر را دست کم گرفته ای. باکی ندارم جانم را سر دوستیم بگذارم. جا ماندی، برویم.